کرنج یک اسلنگ خیلی باحال به نام کرنج که معنیش میشه خجالت زده و شرم زده. برای مثال یک اتفاق یا یک موضوع یا یک بحث در دنیای پیرامون ما اتفاق میفته که باعث میشه من ناراحت بشم. بریم که مثال بزنیم که توی مثال ها برامون کلیر تر شه. مثال اول My hairstyle in that photo was so cringe. My hairstyle in that photo was so cringe. استایل موی من توی اون عکس خیلی خنج بود. منظورش اینه که وقتی که دارم میبینم خودم از خودم بدم میاد. شاید در گذشته اون استایل مد بوده اما الان دیگه مد نیست. مثال دو The way he recited that poem to her was really cringe. The way he recited that poem to her was really cringe. میگه روشی که اون آقا اون شعر واسه اون خانم خوند خیلی باعث شد که من به جای اون از خودم خجالت بکشم. مثال 3 Listening to your parents talking about birds and bees is so cringe. Listening to your parents talking about birds and bees is so cringe. گوش دادن به صحبت‌های مامان بابا وقتی که دارن در مورد برز اند بیز صحبت میکنن خیلی uncomfortable و باعث میشه که از خجالت به خودت آب بشی. تو خودت آب بشی. از خجالت به خودت آب شدن معنی اصلی کرنج هستش. و اینکه برز اند بیزم نمیگم معنیشو، نمیتونم بگم، یعنی برین معنیش کنین و کامنت نکنید. دوستتون دارم خیلی زیاد. Good luck.